یکی از همین شخصیت‌هایی که مثلا سبب شد که روسیه با آسیا قدم نهاد این فیودر داستایوفسکی است. ما در اروپا میگوید انسان‌های مفتخر و غلام حساب میشن که اروپایی‌ها نظرشون بر روس‌ها همین است به گفته داستایوفسکی. دیگر اینا حیران شدن که چه مردم از این مردم مثلا اینکه مغلوب کردن امکان ندارد مردمی که اینقدر با کتاب اینو سخت چسبیده هستند که با علم اینا خیلی نزدیک هستند. استاد مقدمه آمدن روس‌ها چگونه بود؟ من خداوند بخشندم. ما در حلقه بخارا تا آمدن روس‌ها اشاره کردیم که هر یک حاکم، هر یک امپراتور برای خودش یک پدری معنوی داشت یا شخصیت علمی ادبی بود که شاید او را توجه میکرد، یعنی ایدئولوژی او حساب میشد. یکی از همین شخصیت‌هایی که مثلا سبب شد که روسیه با آسیا قدم نهاد این فیودر داستایوفسکی است. یک نویسنده مشهور روس است. بعد اون که در جنگ قریم روس‌ها شکست میخورند در مقابل دولت عثمانی و بریتانیا، روس‌ها اونجا در بعضی بندهایی که اونها رو مثلا خیلی فعالیتشون در اون جزیره قریم محدود میکرد یا که در بحر سیاه محدود میکرد، دیگر خودشون تحقیر شده شماریدند و برای خاطر جبران این تحقیری که از اونجا دیدند میخواستن سرزمین‌های نو رو فتح کنن به اصطلاح. خب داستایوفسکی میگه که در تقدیر آینده ما شاید آسیا میانه یک نجات اصلی است، یعنی بعد اون که در اونجا تحقیر شدیم. میگه ما در اروپا میگه انسان‌های مفتخر و غلام حساب میشن که اروپایی‌ها نظرشون بر روس‌ها همین است به گفته داستایوفسکی، اما در آسیا میانه میگه ما رو جناب خواهند گفت. ما رو در اروپا همچون تاتار نگاه میکنن، یعنی یه شخصی تاتار، لیکن میگه در آسیا میانه با ما همچون اروپایی برخورد خواهند کرد و همچون خواجه ما رو پیشواز خواهند گرفت. این مقصد تفسیرش نیست که ما پوستمون سفید است، موهامون زرد است، چشممون مثلا کبود است. بنابراین احتمال زیاد است که مردم آسیا ما رو همچون چی فاتح قبول میکنن، همچون یک خواجه قبول میکنن. اروپایی باشن این نمود شکل ما رو هم اروپایی حساب نمیکنن. یه نمود چی بود؟ همون امپراتور رو تحریک دادن به سوی آسیا میانه بس به اون تحقیری که اونجا بود. یک حکایه مردمی جالب است، میشه گفت از فولکلور است، لیکن این حکایه منطقی می نماید. اصلا همین است که وقتی که یک مستعمر یا اینکه مستملکه‌دار یا یک امپریالیسم وقتی حرکت میکنه دیگه جو رو ضبط کند، اول حتما یک چند نفر استکشافچی میفرستد که روید فهمید که مردم باید چی مردم است، چند نمود مثال قومیت است اونجا، چند نمود دین است، چند نمود مذهب است، چند نمود فرقه هست. خب همون همش آموزه. خب مردمش آموزید برای ما مثلا تقریر نویسه که همین مردم چه خیلی مردم هستن. بعد اینها در اساس همون دیگر پلان‌های خودشون میکشن تا اینکه همین منطقه رو زیر دست خود کنن. در این فولکلور گفته میشود که 3 نفر می آیند برای آموختن مردم بخارا، مردم خیبر، مردم مثلا تاشکند یا هر کجای بود اونجا خانگری خوخند و بخارای خیبر. اومدن 3 نفر یه چیزی عجیب ملاحظه کردن. دیدن که هر سحر مثلا بچه‌های جوان دستشون کتاب است، میرن اون طرف میرن اون طرف، همه کتاب دار است. دیگر اینا حیران شدن که چه خیلی مردم از این مردم مثلا اینکه مغلوب کردن امکان ندارد مردمی که اینقدر با کتاب اینو سخت چسبیده هستن که با علم اینا خیلی نزدیک هستن. هم 2-3 نفر شدن هم صحبت کردن که یکیش گفت که یکی کم در زیرکتر بود، گفت که درست از اونها کتاب دارن، ما ببینیم که چی کتاب است وای، چی کتاب است که اینا هر روز میرن میآیند در اطرافش میخونند و چخوند. بعد دیگر اومدن بچهای پرستان گرفتن، یعنی که هر سش علاهیده بر اومدن در شهر هر کسی رو با کتاب میدن بپرسن که تو برای چی کتاب میخونی، تو چی شدن میخوای آینده، چی مثلا چی نقشه ها داری در آینده خودت. بعد با بیگانه اومدن با هم دیگر صحبت میکردن که کنی چی شد، یعنی که نتیجه. خب بعد اون که این مرد این فکر دادیم، یعنی مرد زیرکش، بعد اومدن رای پرسی کردن در کوچه ها، مثلا مردم پرسن که چی داره این تا ما اون بچه‌ای که طلبه‌ای که میخوندن میگفتن که هم از شرح مولا خونده استم، داش میگم من مثلا کتاب فلانی خونده استم، داش میگم بسم الله خونده استم. بعد چی اخیرش چی میگه، چی میشی تو مثلا رفته میگم من میرم که مدرس میشم، در مدرسه درس میدم، یا که اون خطیب میشم، یا که در مسجد مثلا خطبه میخونم، یعنی که همین چیز، یعنی که به اصطلاح حاضر سقف بلندترینشون چی بود؟ مولا شدن و مثلا خطیب شدن و یا که در مدرسه درس دادن بود. یعنی تقریبا همه اونهایی که پرسیده شدن همش میگفتن که میخوان که یا مولا شد یا خطیب شد یا فلان شد. بعد همون زیرک گفت که دیده، گفت یعنی که این علم یعنی که به اصطلاح علم نیست که مثلا چی باشد فایده ناک باشه به اصطلاح خودش، یعنی که این چیز یعنی نسبتا این گپ درست است، خیلی درست است، چون که
یعنی که نمیشه که همه مثلا یک طرف رادیو که همه فقط به علم‌های به اصطلاح گومانیتری و انسان دوستی مشغول شدن، به اصطلاح این طرف علم‌های دقیق میماند این طرف. بنابراین این رخنگی رو این مرد ایجاد، یعنی این رخنگی رو این مرد کشف کرد در اونها. گفت که اینو گفت درست است، گفت وای میشد مولا میشد این میشد به خطیب میشد، لیکن یگان شنید که مثلا گفت که من مثلا فیزیک میشم یا شیمیک میشم یا این میشم یا دکتر میشم یا طبیب میشم، یگان تو این چیزا نگفت. از اینجا معلوم میشد که علمشون چی گفت، علمی فایده آور نیست. خیلی گفتیم که پس نسبتا درست است، نه در 100%. خب یعنی که ببینید این یک حالت اجتماعی بسیار رو به تنزل آورده اون وقت نشون میده. یعنی مردم به جای اینکه مثلا خیلی که گذشته هاشون مثل خوارزمی و بیرونی و سینا و دیگران به طب مشغول شدن یا به جغرافیا مشغول شدن یا اینکه به علم دقیق ریاضیات و اینا مشغول شدن، فقط چی همین بعضی علومی مثلا علومی حاشیوی، یعنی که یاردمچی شریعت گرفته و هم مستحکم چسبیدن، حتی علومی شریعت به اصلش نرسوندن یا که به اصلی اون اعتماد ندادن به قرآن و حدیث و تفسیر و اینا، و نتیجه شد همه طرفه تنازل کردن، هم از جهت دینی تنازل کردن هم از جهت دنیوی تنازل کردن، که عاقبتش دیدیم که دیگر چی وقتی که هم روس‌ها اومدن تو مردمی چی نداشتن که ضد اونا مقابله کنن، با بیل و کلند برام دکن، چه خیلی که احمد دانش نقل میکنه.